اگر بخوایم دو هیولای نسل جدید فوتبال را مقایسه کنیم، بدون شک هالند و امباپه در صدر هستند. ارلینگ هالند یک تمام کننده کلاسیک، قد بلند، قدرت بدنی فوق‌العاده و شم گلزنی مرگبار. هالند داخل محوطه جریمه بیرحم است. یک موقعیت، یک گل. او بیشتر روی ضربه آخر تمرکز دارد و کابوس مدافعان است. کیلیان امباپه سرعت انفجاری، تکنیک بالا و توانایی بازیسازی. امباپه فقط گلزن نیست، می‌سازد. دریبل می‌زند و جریان بازی را تغییر می‌دهد. در ضد حملات تقریباً غیرقابل مهار است. اگر تیمتان گلزن تمام کننده می‌خواهد، هالند. اگر ستاره همه کاره و سرعتی می‌خواهید، امباپه. تو کدام را انتخاب می‌کنی؟ هالند یا امباپه؟ نظر خودت را کامنت کن، ویدیو را لایک کن و چینل را سابسکرایب کن.